الهی که دعاهای قشنگ و دلچسب ششمین معصوم و چهارمین امام و افتخار شیعه حضرت سید الساجدین سلام الله علیه در حق همه من و شما به هدف اجابت برسه، به برکت این بهترین شبها و روزهای سال و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چقدر خوبه که من الان میتونم سلام و خیر مقدم عرض بکنم به استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحالیم از زیارتتون. خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. مخلص شما. بندم خوشحالم خدمت شما هستم، بزرگواری بیننده هستم که این افتخاری است برای ما و نعمتی است، نعمت بزرگی که خدای متعال مرحمت فرموده و ما هم شاکر این نعمت باید باشیم. زنده باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیق قدرت افزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، نماز روزها و قرائت قرآن ها، گوش کردن مباحث علمی و یاد گرفتن مباحث علمی، همه اینها از عبادات شما محسوب میشه. انشاءالله خداوند متعال همه رو قبول کنه. خب ما داشتیم اون حالات قبل از قبض روح رو، رخدادهای قبل از قبض روح رو برمیشمردیم که یکیش تلاش شیطان برای سرقت ایمان بود که راههای ورود شیطان رو گفتیم و این بحث باقی موند که حالا ما چیکار کنیم که این اتفاق نیفته. چند کار رو باید انجام داد. یکی اینکه ایمان رو مستقرش کنیم. ایمان از اون حالت مستوده خارجش کنیم، مستقرش کنیم. من یادم میاد پرسیدم، شما گفتین طول میکشه جواب دادنش که الان وقتش که جواب بدیم. دوم اینکه راههای میانبری وجود داره، مثلا بودن با اهل بیت، دست اهل بیت و قرآن داشتن. این دوتا انسان رو به مقصد میرسونن. پیامبر فرمود که ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. تا اونجا ما رو میرسونه این دوتا، دست قرآن و اطرد داشته باشیم. اون چیزی که اون عواملی که باعث میشه شیطان بر ما مسلط بشه، اونها رو از بین ببریم، اونها رو خنثی. اما اینکه ایمانش کارش کنیم، اول باید ایمان رو عقلانی کنیم، برهانی کنیم. ایمان اگه تقلیدی باشه، موروثی باشه، این نمیتونه دوام بیاره. یه شبهه این ایمان رو میبره. شیاطین هم که پرن دیگه، این فضای مجازی تا دلتون بخواد شیاطین دارن شبهه پراکنی میکنن. اما اگه ایمان ریشه دار و عقلی باشه، میگه مثلا فرض کنیم که امام وجود نداره، عقل من میگه وجود داره، دل من میگه وجود داره، 10 تا برهان میخواید براتون بیارم. اگه خدا خداست نمیشه امام نباشد. اگه خدا خداست نمیشه پیغمبر نباشه. میگه خدا وجود نداره، بهش از افلاطون و ارسطو گرفته تا فارابی و صدرالمتعلحین و علامه طباطبایی آن انقدر عقلا دلیل و برهان اقامه کردن که هیچ انسان عاقلی نمیتونه کار بکنه. اگه انسان ایمانش اینجوری ریشه دار باشه، چیکار کنیم؟ عقل رو ورزش بدیم، ایمانمون رو عقلانی بکنیم. دو، از این بریم بالاتر، ایمان رو از عقل به دل بسپریم. درست. اول گفتم که ایمان استدلالی بشه، بله. عقلی بشه، عقلانی. ایمان قلبی بشه، از عقل حالا وارد قلب بشه. با عقل انسان باور میکنه، با عقل میشه من میدونم خدا هست، خدا رو شناختم، صفاتش هم میشناسم و الی آخر. اما با دل انسان خدا رو میبینه، پیش خداست. شنیدن کی بود مانند دیدن. یه وقتی شما میگید که خب از دور آتشی میبینید، دودی میبینید از دور، میگید اونجا آتش وجود داره. عقل من میگه که اون دود اثر یک آتشه. یه وقت ممکنه که واقعا آتش نباشه، مثلا فرض کن ابر باشه، ممکنه مه باشه مثلا، یا ممکنه که گرد و خاک باشه. یه وقت نه، میره کنار آتش،
هم حرارت آتش رو حس میکنید، هم با چشم میبینید. یه وقت نمیدید داخل آتش اصلا جز آتش میشی، یعنی با وجودت آمیخته میشه. عاقل و معقول یکی میشن. بحث راه دل اینجوریست و لذا کسانی که از این راه رفتن اون راه رو قبول ندارن. راه عقل رو میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. شما خواهید از این دامنه کوه دماوند بری بالا، حالا با پای چوبی مثلا با 2 تا عصا میخوای از این قله بری بالا. یه وقت نه، پای سالم، شما سالم میخوای بری سر قله. خب این خیلی بهتره، این دومی خیلی بهتره که راه دل باشه. چطور از این راه بریم؟ اون گناهان رو از زندگیمون حذف کنیم، نفس رو پاک نگه داریم، واجبات رو خوب انجام بدیم، محرمات رو کلا ترک کنیم، اخلاقمون رو خوب کنیم. اینا باعث میشه که چشم دل یواش یواش باز بشه. وقتی چشم دل باز شد خدا رو میبینه، بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، فرشته ها رو میبینه، با فرشته ها دمخور میشه. یاد اون جمله بین یه فیلسوف و عارفی بحث بوده، بعدش که تموم میشه از عارف میپرسن خب چی شد مثلا این بحث شما؟ اینا میگه آنچه را آنها میدانن ما میبینیم، ما میبینیم، میچشیم، میرسیم. میبینیم. همین که فرمودی چشم دل، منظور همینه، باز میشه و میبینه. یعنی دانستن مساوی با باز شدن چشم دل و دیدن نیست. اما وقتی میبینی دیگه رسیدی به علم کامل. آره. نکته بعد این که خب تو آیات و روایات ما مطالبی داریم که اینا خیلی مؤثر هست. به امام صادق عرض کردن که گفته میشه ایمان 2 نوع هست، ایمان مستوده و ایمان مستقر. ایمان مستوده رو شیطان هنگام احتضار به سرقت میبره. درسته؟ امام فرمود بله درسته. راوی پرسید پس چیکار کنیم ما؟ امام فرمود بعد از هر نماز واجب این تعقیبات رو بخونید، رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله تا آخرش. یعنی انسان هر روز حداقل 4-5 بار عقاید رو به نفسش مرتب تلقین کنه تا رسوخ پیدا بکنه، نهادینه بشه و ملکه بشه در وجودش بعد هر نماز. برای هر نماز. گفت در آخر زمان نگه داشتن ایمان سخت‌تر است از نگه داشتن آتش کف دست. راوی گفت خب پس ما چیکار کنیم؟ فرمود این ذکر رو زیاد بگید، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دعای غریق. دعای غریق. همینطور این دعای عشرات بسیار عالی است. یک دور انسان عقایدش رو اول خدا رو شاهد میگیره، فرشته رو شاهد، عمل رو شاهد میگیره، بعد عقاید رو کامل میگه، بعد میگه خدا من این عقاید رو به تو امانت سپردم، اون موقع که لازمش داری به من لازمش دارم من پس بدی. این زیارت آل یاسین بسیار خوبه. خدمت شما عرض کنم که دعای عدیله عند الموت که تو دیدم، عدیله در مفاتیح هست و دعاهای دیگه مثلا دعای اللهم عرفنی نفسک عالی است، اونم بسیار خوبه. این دعاها هم اثر داره. اینم گفتم که با اهل بیت بودن و توسل به اهل بیت هم راه دیگری هست. حالا اجمالا ما گفتیم، شاید بعدش تفصیلی بیشتر هم داشته باشیم. بیشتر تبیین کنیم. خیلی ممنونم استاد، مثل همیشه کلی استفاده کردیم و با اجازه شما میریم و برمیگردیم و بعد شروع میکنیم سوالات مردم پرسیدن. خب با اجازه شما و استاد عزیزم من سوالاتون رو مطرح میکنم. گفتن کسی که خودکشی میکنه یعنی اسرائیل اونو میکشه؟ اینم دیگه بالاخره یه سوال دیگه. کشتن که خودش رو میکشه دیگه، خودشو کشته. پس اسرائیل او رو نکشته، اسرائیل جان او رو گرفته، قبض روح کرده، نه اینکه اسرائیل بخواد او رو بکشه. امام سجاد وقتی که عبیدالله اهل بیت رو فراخوند بردن اهل بیت که اسیر بودن پیشش، از امام سجاد پرسید که اسم شما چیه؟ حضرت علی بن حسین. علی بن حسین رو خدا در کربلا کشت. گفت که علی بن حسین رو خدا در کربلا کشت. امام سجاد فرمود که برادری داشتم اون هم علی بود اسمش. آره. مردم سربازان اون رو کشتن نه خدا. این که میگه که اسرائیل کشته او رو، نه خودشو کشته. اونجا گفت علی بن حسین رو مردم کشتن، سربازان کشتن. در پاسخ به عبیدالله گفت که علی بن حسین رو خدا کشت. گفت نه خیر، برادری داشتم که اونو مردم کشتن، خدا نکشت. گفت نه خیر، خدا کشته. اما این آیه قرآن خون الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت، فی منامها. اون موقعی که
علی اکبر رو مردم اربا کردن، اون وقت خدا جانش رو قبض کرد. نه اینکه خدا بیاد علی اکبر رو تیکه تیکه بکنه، مردم او رو تیکه تیک کردن. وقتی موقع شهادتش که شد، خدا جانش رو قبض کرد، روحش رو قبض کرد. پس بله، خدا جان رو میگیره، اسرائیل هم از طرف خدا جانها رو میگیره، اما زمانی که مرگشون فرا رسیده باشه. الله یتوفی الانفس حین موتها. وقتی زمان مرگش، وقتی خودکشی کرد، بله، وقتی خود ملک الموت که نه، این افراد اینجوری رو همون فرشته های دست سوم چهارم میاد جانشو میگیره. اما کی جانشو میگیره؟ زمانی که این خودشو مسموم کرده یا حلق‌آویز کرده، چیزی از این قبیل. بله، اون وقت اون فرشته میاد و جانش رو میگیره و میبره. آیا مردگان از همه اخبار دنیا خبر دارن؟ نخیر، همه اخبارش خدا خبر داره. مردا به میزان سعه وجودیشون، به مقدار ظرفیتشون و به مقدار اون از کنم که اجازه‌ای که دارن، از برخی از اخبار دنیا خبر دارن. بله. اونم از راه‌های مختلف. یک راهش اینه که خب اجازه دارن که بیان و اشراف پیدا کنن نسبت به خانوادهشون، نسبت به دیگران، و با اجازه خدا بتونن اون اطلاعات رو به دست بیارن. یکی از کسانی که از دنیا میرن، به محض اینکه از دنیا رفتن، اونا میان محاصرشون میکنن و راجع به دنیا ازشون میپرسن، از این طریق اطلاعات به دست میارن. اما به هر حال اطلاعاتشون هرچی باشه محدوده که همه چیز رو بدونن نه. خب گفتن این موضوع خیلی ذهن من رو درگیر کرده، لطفا کامل جواب بدید. روح هر انسانی قبل از انعقاد نطفه و تشکیل جنین آیا وجود داره؟ یعنی روح هر انسانی قبل از انعقاد نطفه و تشکیل جنین وجود داره، یا بعد از تشکیل بدن روح بهش ملحق میشه؟ بهتره بپرسم این روح است که به بدن ملحق میشود با بدن، یا بدن است که به روح ملحق میشود؟ و اگر بدن به روح ملحق میشود، قبل از آن در چه وضعیتی بوده است؟ البته سوال به این شکلش خب سوال دقیقی نبود. آره. سوال دقیقش اینه که آیا روح از قبل وجود داشته؟ چون روح مجرد دیگه. اصطلاح علمیش اینه که آیا نفس انسان روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یا نه نفس انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست؟ حالا قابل فهمتر برای همه بخوایم بفرمایید چی میشه؟ بله. این که آیا روح در عالم ارواح وجود داره؟ وقتی جنین به سن 4 ماهگی که رسید، از اون عالم ارواح روح به این بدن تعلق میگیره، به این جنین تعلق میگیره، از اون بعد دیگه زنده هست. درستش اینه در واقع. این یک نظر هست، یه نظرش که بگیم روح وجود داره، روحانیت الحدوثه. آره وجود داره، فقط اتفاقی میفته اینه که اون ارتباط در ماه 4 برقرار میشه. یه زمانی رو خدا قرار داده، تو اون زمان که میرسه روح به اون از اون عالم ارواح به این بدن تعلق میگیره. نظر دوم که این نظر الان بیشتر مورد قبول، نظر صدرالمتعلحین و بعد از ایشون، این نظر که نه، در ماه 4 که شد، بر اثر حرکت جوهری همون جسم تبدیل به همون ماده تبدیل به مجرد میشه. تبدیل به چی میشه دقیقاً؟ مجرد، تبدیل به روح میشه. عجب. نفس از ماده به وجود میاد، منتها بر اثر حرکت جوهری جوهر مادیش عوض میشه و جوهر معنوی پیدا میکنه. پس از نظر ایشون نفس انسان جسمانیت الحدوثه، از جسم وجود اومده. خیلی عجیبه، ولی این گرچه روحانیت البقاست. خب ایشون بعد اینکه حرکت جوهری رو ثابت کرد، خیلی چیزا رو ثابت کرد، خیلی چیزا عوض شد اصلا. از این طریق معاد رو ثابت کرد، از این طریق مبدا رو ثابت کرد. گفت این که حرکت یه مبدایی میخواد که حرکت نداشته باشه. حالا تبیین دقیق حرکت جوهری خودش برنامه‌ها و بله، یه خاطره من عرض کنم، اون اوایل انقلاب تازه دانشگاه آزاد راه افتاده بود و کلاسایی که تشکیل دادن، مثلا فرض کن که 120 نفر 150 نفر دانشجو تو یک کلاس جمع می‌شدن و خب ما می‌خواستیم که همین بحث معارف بود و اصلا حرکت جوهری می‌خواست که مبدا و معاد ثابت بشه.
خب بحث خیلی بحث فلسفی دقیقی بود دیگه. ما یک جلسه کلا راجع به این موضوع صحبت کردیم، جلسه بعد می‌خواستیم نتیجه بگیریم. در بین این 120 تا دانشجو که ما داشتیم یه خانمی بود که خوب به سوالات جواب میداد و سوال‌های خیلی خوب میپرسید. گاهی بنده امیدم تو اون کلاس به همون یه نفر بود که حداقل یه نفر دیگه حرفای ما رو میشنوه متوجه بشه. بعد از اینکه 2 جلسه که ما درباره این موضوع صحبت کردیم، آخر جلسه ایشون بلند شد آقا این جوهری که شما میگید همون جوهری که ما باش می‌نویسیم. نه شما به چه کسی امید داشتین؟ مثل اینکه یه پارچ آب تو تنه خالی ایداد بیدا قیافتون دیدن. بله حرکت جوهری بحث دقیقی است و عجب. مطابق این نظر نه، روح انسان، نفس انسان از همون ماده به وجود اومده. آخه اون وقت اون و نفخت فیه من روحی همین دیگه چجوری جمع میشه؟ توضیح. اون که نفخت این معنیش نیست که خدا روز 4 ماه که میشه یه فوت میکنه به این شخص که آره. یعنی اینکه این روح الهی است، یعنی اینکه از ابتدا بوده، این شریفه، این که به خودش نسبت میده به خاطر شرافتشه. مثل ماه رمضان که میگیم شهرالله، درسته خاطر شرافتش، وگرنه همه ماه خداست. به امام حسین میگیم سارالله، خدا که خون نداره، به خاطر شرافت انسانه، شرافت این روح این که در انسان هست، این روحی که در انسانه دیگه، به اعتبار این شرافتش به خدا نسبت داده. این اضافه میگن اضافه تشریفیه و نفخت فیه من روحی، در واقع اینه منظور. بله، اضافه حقیقی نیست، اضافه تشریفیه. و بعد این فرمودین وقتی که در واقع اون فعل و انفعالات صورت میگیره بین خانم و آقا و توی بدن مادر فرایندهای اتفاق میفته، به ماه 4 اینا میرسه، همون جسم بر اثر حرکت جوهر یعنی جوهرش عوض میشه. اون جوهره وجود اون ماده تبدیل به روح میشه و در درون او هست دیگه، باقی است دیگه، هست دیگه، همیشه باقی، دیگه فنا ناپذیره. خیلی عجیبه. همون اصطلاحی که عرض کردم دوستان یاد بگیرن بد نیست. به نظر صدر المتعلین نفس انسان جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، پیدایشش جسم، بقاش دیگه مجرده. جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. حفظ کنید دیگه. من سریع حفظ کردم، البته 2 دقیقه دیگه قاعدتا یادم نیست، برای شما انشالله یادتون میمونه. خب عرضم به حضور شما که چگونه اسرائیل در یک لحظه قادر است جان هزاران انسان را بگیرد؟ 2 نکته دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که عرض کردیم اسرائیل تنها نیست، اعوان و انصاری داره. جبرائیل همینطور، مطاع ثم امین. قرآن میگه که اونجا جبرائیل تحت فرمان، اونجا مطاع هست و افرادی فرشتگان تحت امرشن. اسرائیل هم فرشتگان تحت امر داره، دستور میده اونا کار انجام میدن. یه نکته بنابراین خودش تنها نیست که حالا ببینیم چطور یک. دوم این که این درباره موجودی که مادی باشه درسته، بگیم که اینجا هست و مثلا دیگه مشهد نیست، دیگه مثلا کربلا نیست. اما موجود مجرد، موجودی که محدودیت مکانی نداره، مکان او رو محدود نمیکنه، همه جا هست، همه جا هست و در همه جا هم تصرف داره. اسرائیل که از فرشتگان مقرب خداست سلام الله علیه، اون محدودیت زمانی و مکانی نداره. مثل جبرائیل پیامبر 2 بار در حالت عادی دید، همون چهره واقعی شد دید، هر جای عالم رو نگاه میکرد جبرائیل میدید، کل عالم رو پر کرده بود. اون مثال خورشید که ما زدیم، گفتیم نسبت خورشید، اون نسبت اون فرشته به زمین مثل خورشیده. خورشید وقتی به زمین میتابه همه زمین رو در بر میگیره، در این حال که تو زمین نیست ولی به همه جای زمین خورشید میتابه. اسرائیل هم اینجوریست. بنابراین هم اعوان انصاری داره، هم اصلا این حرفا براش معنا نداره که حالا الان کجا هستی، چطور این طرفو چیکار میکنه، اون طرفو چیکار میکنه. اراده کرد اونجا حضور داره و زمان هم نمیبره. همه عالم، اینو یه بار دیگه گفتم، خود اسرائیل ازش پرسیدن که شما چطور میتونید در اقصا نقاط عالم افراد متعدد میخوان بمیرن، چطور قبض رو میکنی؟
گفت همه دنیای شما پیش من مثل یک سکه میمونه کف دست شما که به هر چیزی بخواید زیروش میکنید. کل دنیای شما پیش من مثل یک ظرف غذاست پیش شما که به هر جای ظرف بخواد شما دست میزنید. آره. برای این محدودیتایی که ما فکر میکنیم در اون نیست، چنانکه خدای متعال که انسان ها روزی میده. آره. یا دعا میکنیم ما، آیا دعای ما مثلا بگو خب خدای به دعای من گوش کنه، به دعای شما چی گوش کنه؟ این طرف اون طرف نه. یا من لا یشغله سمع عن سمع، یا من لا یغلطه سؤال عن سؤال، یا من لا یبرمه الحاح الملحین. او هم که فرشته مقرب خداست همین قدرت رو داره. سوالی از سوالی رو محدود نمیکنه، جای از جای رو محدود نمیکنه، در نتیجه همه جا هست و هیچ جا نیست. یه چیزی هم بپرسم، حالا راهی داره ما مثلا یه کاری بکنیم فرشته مرگ هوای ما رو داشته باشه اون موقع، مثلا تو زندگی زیاد یادشون بکنیم، قربون صدقشون بریم، بگیم آقا ما خیلی دوستت داریم، نمیدونم یه راهی خلاصه من این بزنم که آقا اون موقع هوا ما رو داشته باشه تو خدا، مثلا یه ذره آرومتر، یه ذره مثلا مهربانانه تر، نمیدونم که این چیزی هست. بله، یک راهش ولایت. اگر شما تحت ولایت اهل بیت باشید اونجا سفارش میکنن و اونجاست که اسرائیل میگه من از هر پدر و مادر مهربانی به تو مهربان ترم. اهل ولایت باشه. بله، هیچ مهربانی به اندازه اسرائیل نسبت به اون فردی که تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام هست نیست. یک شخص من خدمت پیامبر عرض کرد که رسول اجازه میدی که من آرزوی مرگ بکنم؟ حضرت فرمود که مرگ یه امر ناگزیری است، خودش میاد سراغت، ولی باید برای 10 گروه هدیه و سوغاتی تهیه کنی، دست خالی نری. یکی از اون گروه ها اسرائیله. تا انقدر یادم میاد این حدیث در اثنا عشریه نقل شده، الان من اون جزئیاتش یادم نیست که یادم بود برای دوستان میخوندم. از جمله هدایای اسرائیل اینه که انسان لقاء الله رو دوست داشته باشه و عرض کنم که از مرگ اکراه نداشته باشه که همونش لقاء الله رو دوست داشته باشه. 4 تا سوغاتی که حالا این اگر یادمون اومد ان شاء الله توی ان اون سوغاتی رو انسان تهیه بکنه. اون کارا رو بکنیم میتونیم در واقع محبت هدیه دادیم دیگه. آره، حضرت اسرائیل رو به سمت خودمون جلب بکنیم و هوای ما رو داشته باشن خلاصه. خب خیلی ممنونم استاد، دست شما درد نکنه. یه سلام بدیم به حضرت اسرائیل و ما خیلی دوستتون داریم، هوای ما رو داشته باشید. چشم، اینایی هم که استاد محمدی شاهرودی عزیز فرمودن سعی میکنیم عشق و محبتمون رو نسبت به اهل بیت، نسبت به ولایت بیشتر بکنیم، بیشتر گوش به فرمایششون بدیم، بیشتر به فرمایشاتشون عمل بکنیم و حالا نکاتی که فرمودن لقاء الله و اینها رو حالا بعداً مفصل‌تر سعی میکنیم انجام بدیم. شما هم هوای ما رو داشته باشید ان شاء الله. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 32 سوره مبارکه نحل رو با هم دیگه زمزمه کردیم. الحمدلله رب العالمین در ماه تلاوت قرآن، بهار قرآن، رمضان المبارک. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. تبیین مفاهیم آیه باشه با استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی. فکر می‌کنم خیلی ربط داشت به صحبتامون. بله خب این بحثا تو قرآن زیاد بهش اشاره شده. کسانی که در حالی میمیرن که پاک و پاکیزه هستن و اعمال صالح انجام دادن، مثلا اون ابتدا فرشته‌ها میان به استقبالشون، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی. از این چیزا زیاد داریم. با سلام و صلوات وارد عالم برزخ شد. اللهم ارزقنا. یا اینکه الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اینجوریست. تو روایت هم داریم که خود اسرائیل اینها رو با سلام و صلوات، با عرض کنم که مهربانی قبض روح میکنه. فرشتگان میان به استقبالشون، جایگاهش تو بهش نشون میدن، اعمال انسان که زیبا هستن، همراه انسان هستن. از اون طرف کسانی هم که خب کافر و مشرک و بد بودند و فسق و فجور داشتن، اونها هم فرشته ها با دعوا و با ضرب و شتم و عرض کنم با اهانت و با اینا باشون برخورد میکنن. دقیقا ضد این. یضربون وجوههم و ادبارهم.
یه دست فرشته ها به صورتشون میزنن، یه عده به پشتشون میزنن. حالا یا باید از پشت بزنن که بره، آره. به صورت بزنن که چیه؟ که نیاد دیگه. آره دیگه. ولی هر دو، هم به پشت میزنن هم به صورت. چجوری میشه؟ فرشتگان برزخ به صورت میزنن، میگن با این نامه سیاه کجا داری میای؟ برزخ حالتمون برگرد. ای داده. فرشتگان دنیا به پشت میزنن، میگن برو گور تو گم. آخ این جایی نداره این آدم. آره. پس این دوتا تو قرآن زیاد هست و اینم دعو قرآنه و در از لحاظ تربیت این بهترین روشه که هم مرهم باشه هم نیشتر. اگه نیشتری زده میشه بلافاصله مرهم هم گذاشته بشه، هم تشویق هم تنبیه. آره. اگه انذاری هست دنبالش تبشیر هم باشه. این روش قرآن هست که حالا اینجا این آیات رو گفت. خیلی ممنونم از توضیح دقیقتون. گفتن در برخی کتاب ها نوشتن که بعد از مردن یک روح به عنوان راهنما به شخص تازه وارد کمک میکنه. آیا این موضوع صحت داره؟ اون چیزی در روایات داریم این که خود عمل انسانه که همراه انسان هست و همه جا همراهیش میکنه و رهاش نمیکنه. تو این کتاب سیاحت غرب که همراهی هست. آره یک هادی اسمش هادی. آره هادی اسمش گذاشته بود. شاید اون هادی همون خود عمل انسان باشه یا شاید که از فرشتگان باشن که ما متن معتبری که مطلب رو ثابت کنه که چنین چیزی هم هست من جایی ندیدم که فرشته‌ای باشه، روحی باشه که بخواد. روح که نه، فرشته هست. نه، روح معنا نداره. روح جایی داره، جایگاهی داره و اون هر کس روحی هست، روحی وجود نداره. این روح کارش اینه. بله خود فرشته هم روح هست، روح القدس، روح الامین، فرشته دیگه. روح الامین جبرئیله. روح به این معنا اشکال نداره. پس فرشته اگر باشه باید فرشته باشه که فرشته مسیر رو به انسان نشون بده، یا اینکه نه خود عمل انسان که ما این عمل رو چون در روایت داریم بیشتر میپسندیم که بگیم عمل راهنمای انسان هست، همراه انسان هست و به انسان خبر میده، مژده میده و چیزی از این قبیل. در روایت هم داریم مثلا این نماز در اون مسیر به شما مژده میده که نمازی که در لیلة الرغائب خوندی مثلا به شما مژده میده که دیگه خیالت راحت باشه، نور این نماز همه جا راهنمای شما هست تا مقصد برسید. نور ایمان و نور عمل صالح انسان رو راهنمایی میکنه. این تو آیات روایت زیاد هست. اما اینکه مثلا فرشته خاصی اونجا باشه، این کار باشه من ندیدم. شما نه. اگه عالم برزخ برای اینی که روح بیشتر پیشرفت کنه یا به اصطلاح کاملتر بشه، این به این معناست که اونجا هم ارواح سیر تکاملی طی میکنن، یعنی اونجا هم درس میخونن، استاد دارن. بله در برزخ سیر تکاملی هست، هم تربیت هست هم تعلیم هست. تربیتی مسلم هیچ تردید درش نیست، تعلیم هم هست. اونجا هم قرآن تعلیم داده میشه. این حدیث شدی بار خوندم که امام کاظم فرمودن من مات من شیعتنا و اولیاءنا ولم یحسن القرآن یا لم یحسن القرآن الا فی قبره لأن درج الجنه بعد آیه القرآن فیقال لغار القرآن اقرا برقه. اونجا تعلیمش میدن. نکته دیگه ما اضافه بکنم تو اون برنامه قبل نگفته بودم. 3 تا نکته اینجا وجود داره که باید دوستان توجه داشته باشن. یک، اینا کسانی هستن که در دنیا شروع کردن. نمی‌فرماد من مات من شیعتنا و اولیانا ولم یعلم القرآن. اصلا قرآن هیچی نمیدونه، حالا اونجا میخوام براش کلاس. نه لم یحسن القرآن. کاملش نکرده، شروع کرده، تو مسیر رو شروع کرده. بله شروع کرده به مقصد نرسیده، تموم نشده. یه نکته بنابراین نمیشه انسان بخواد بعضی رو از برزخ برداره. بذر اینجاست، اینجا جای کاشته منتها این بعضی که کامل نشده اونجا ادامه پیدا میکنه تکاملش. مطلب دوم این که خب این شخص باید از پیروان اهل بیت، از محبان اهل بیت باشه، نه هر کس. برای همه نیست، این امتیازها برای همه نیست. مطلب سوم این که کاری که انسان در دنیا میتونه انجام بده اگه بخواد در برزخ انجام بده 1000 بار سخت تره.
تعبیر بنده اینه که گاهی ممکنه بیماری با یه قرص درمان بشه. درست. این بیماری ممکنه پیشرفت کنه، این قده ممکنه مثلا بخشی از بدن رو بگیره، اون وقت باید 80 بار عمل جراحی بشه تا همون نتیجه یه قرص رو بده. کاری که اصلا در دنیا انجام میده منظر یه قرصه، یک استغفار نیمه شب از زمین میبرش به آسمون. این بخواد تو برزخ اونجا تأمین بشه باید هزاران سال، حالا صدها سال، کمتر بیشتر اونجا گرفتار باشه، تو مخمسه باشه تا به اندازه این استغفار تو دنیا به نتیجه برسه. پس نباید کارها رو ما بزنیم به اون طرف. کار دنیا مثل اتم میمونه، ظاهرش کوچیکه اما انرژیش چیه؟ بمب اتم خیلی زیاده. اما تو برزخ برعکس. علت اینه که برزخ از لحاظ وجودی هزاران بار از دنیا وجود شدیدتره، هم رنجها و دردها و کارهاش سخت‌تره، شدیدتره، هم لذت‌ها قابل مقایسه با دنیا نیست. هر دو شدت وجودی داره. این هم یک نکته که باید توجه کرد. و نکته بعد این که پیروان اهل بیت علیهم السلام نباید از دیگران کمتر باشن. چی؟ مثلا مقامشون پایین تر باشه و چون درجات بر حسب آیات قرآن مشخص میشه، این کمبود باید تو برزخ حل بشه. که اگه با این کمبود وارد قیامت بشن، خب کسان اصلا ممکنه قرآنی تر باشن از این شخص. این نقصش باید در عالم برزخ برطرف بشه. بنابر خدا خیلی ممنونم، خیلی حظ بردم. امری ندارین؟ محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم که تا پایان دل دادین به برنامه خودتون، حالی دست دادین. شب ما رو از یاد نبرین دیگه، نزدیک شب‌های قدر هم هستیم. انشالله خدا توفیق درک کامل شب‌های قدر رو به هممون عطا بکنه. التماس دعا یا حق. خداحافظ.